صله رحمی بالای انسان واجب است. صله رحمی یعنی نیکی با خویشاوندان، با نزدیکان، با پدر و مادر، با برادر و خواهر، با خاله و عمه و غیره خویشاوندان نزدیک دیگر انسان. و قطع صله رحمی از جمله گناهان کبیره است. برادر انسان، خواهر انسان، اینها از جمله پیوندهای نزدیک به انسان است که زیاد بالای از اینها احسان داشته باشه. احسانی که در او منت نبوده باشه، اذیت نبوده باشه، حرف زشت نبوده باشه، احسانی که در او عوض نبوده باشه. اگر انسان میبینه خواهرش را یا برادرش را مال نداره، فقیر هستند، به خاطر پیوند صله رحمی باید برای از آنها انفاق بکنه و مال بدهد از خوشی قلب، مالی که در او هیچ نوع احسان و منت نبوده باشه. الله تعالی درباره صفاتی از مؤمنین می فرماید: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنانی که انفاق میکنند در راه الله تعالی ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، بعد از انفاق فوراً انها منت نمیکنن و به سخنانشان کسی را که بالایش صدقه کردن یا انفاق کردن اذیت نمیرسانن، سخنان پوچ و بیهوده بالایشان استعمال نمیکنن. وقتی که دارای این تو صفات بودن، لهم اجرهم عند ربهم، اجر پاداش بزرگی اینها نزد پروردگار دارند. ولا خوف علیهم، و اینها خوف و ترس ندارند. دمیرو وقتی که بیروند در روز قیامت هیچ نوع خوف و ترسی ندارند. نه از دوزخ حراسی دارند، نه از صراط و نه از قبر، چون اعمال نیکی بزرگی دارند. ولا هم یحزنون، و نه اینها بر گذشته خود خستن که مال و متاع و دربار دنیا از پیششان فوت شده باشه، با او هم خسته نیستن. الله تعالی باز تأکید میکنه: قول معروف و مغفرة خیر من صدقه یتبعها اذى، سخن نیکو و همچنان بخشش بهتر است از صدقه‌ای که در او اذیت بوده باشه. صدقه‌ای که انسان منت بگذاره، بعد از دادن صدقه در هر جا به مردم نشان بدهه و مردم بگوید که بری فلان من صدقه دادم. باز الله تعالی تأکید میکنه که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ای کسانی که مؤمن هستید و دعوای ایمان دارید، شما صدقات خود را به منت و احسان و همچنان به سخنهایی که در او اذیت بوده باشه به ای باطل نکنین، از بین نبرین. و صدقه‌ای که در او منت است، در او اذیت است، یعنی بعد از صدقه احسان بار میکنه یا سخنانی بار بار تکراری میگه که من همیشه برای تو انفاق کردم، ای را دادم، او را دادم و همیشه درد تو را خوردم، درد تو را دوا کردم، اینها همه حرفهایی است که به این اذیت میرسانن جانب مقابله. پس به این چیزا صدقه باطل میشه، انسان اجر و ثوابی به او نمیگیره و جای از این که صله رحمی بکنه بلکه عکس گناه را مرتکب می شود. هم مال خود از دست داده، هم گناه را مرتکب می شود و هم دل خواهر و برادر و غیره خویشاوندان و اقربای خود میشکناند.